سلام عزیزان. یادتون میاد تو دوران مدرسه تو زنگ تفریح ها وقتی که ناظم یا مدیر تو حیاط راه میرفت، با یه دستش مچ دست دیگهش رو تو پشت سرش میگرفت تا راه میرفت، یا برخی از ماموران پلیس هنگام گشت زدن یا افراد نظامی دیگر و خیلی از افراد قدرتمند دیگه اگه دقت کرده باشین با این حالت راه میرن، که این حالت نشان از اعتماد به نفس و حس برتری داره. این حالت واسه کاربران این حالت رو فراهم میکنه که سینه و شکم خود رو که دلالت بر بیباکی داره به افراد نشون بدن. به دوستان توصیه میشه هنگامی که در یک موقعیت اضطراب‌آور هستن و تحت فشار روانی قرار دارن این حرکت رو انجام بدن تا اعتماد به نفس بگیرن و به آرامش برسن.